بسم الله الرحمن الرحیم. قارون عزیز، دوام درس عقیده طحاوی. امروز یکی از موضوعهایی که واقعا مسلمان ها به آن نیاز دارند و شاید مایان مردم تاجیکستان، خواهر و برادران اهل دین در تاجیکستان به آن باز هم زیادتر نیاز داریم. درباره با جماعت بودن و اختلاف و پراکندگی را ترک کردن صحبت میکنیم. مؤلف میگویند و نرا الجماعت حقا و ثوابا و الفرقه زیغا و عذابا. و مایان همراه جماعت بودن را، همراه اتحاد مسلمان ها بودن را راه حق و راه درست میدانیم. افتراق و پراکندگی را هم تنگی و هم عذاب میبینیم. یعنی جایی که تنگ و تاریک است، عذاب و مشقت است. برای اینکه مسلمان ها اتفاق باشند و از پراکندگی و اختلاف دور باشند، و ما آیت 46 سوره انفال کفایه است که پروردگار میگوید و اطیعوا الله و رسوله. شمایان ای مسلمان ها الله و پیامبرش را اطاعت کنید. ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. با همدیگر منازعه نکنید، تلاش و کشمکشی نکنید. چرا؟ وقتی شما به جان همدیگر افتادید، با همدیگر جنگ و تلاش و اختلاف را شروع کردید، تفشلوا یعنی فشل میشوید. معنای فشل شما باخت میکنید، مغلوب میشوید. و تذهب ریحکم و هیبت شما از بین میرود و قوت شما از بین می رود. و اصبروا ان الله مع الصابرین. صبر کنید که خداوند همراه صابران است. در همین آیت خداوند میگوید وقتی شما مسلمان ها به همدیگر اختلاف کردید، وقتی شما مسلمان ها اتحاد را یکسو گذاشتید و برای یک مسائلی که نه به دین شما نه به دنیای شما فایده دارد همدیگر را تکفیر کردید و همدیگر را به منافقی و به چیزهای دیگر حکم کردید، بدانید که شما در برابر دشمن خیلی ضعیف می شوید. دشمن بالای شما سیطرت می کند و قوت و هیبت شما می رود. یعنی از بین رفتن قوت مسلمان ها، چی در نزد دولت ها باشد، چی در نزد منافقین و دشمن های دین باشد، انا همین اختلاف های هست که دشمن به خاطر اینکه میداند که ما وقت سرجم شدیم و اتحاد شدیم همه رو میتوانیم مغلوب کنیم، آنها در بین ما فتنه می اندازند و ما هم هیچ فکر نکرده، هیچ درک نکرده از پی آن فتنه ها می شویم. در سوره آل عمران هم الله میگوید و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. ای مسلمان ها شما به دین الله، به ریسمان الله یعنی به دین الله همگی چنگ بزنید، همگی در عمل کردن و در زیستن در دین الله باشید. ولا تفرقوا و تفریقه نشوید، از همدیگر جدا نشوید. در آیت دیگر ولا تکونوا کالذین تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البینات و اولئک لهم عذاب عظیم. میگوید الله نباشید مانند آنهایی که بعد از اینکه به آنها بینات یعنی آیت‌های روشن از طرف پروردگار آمده بود، آنها تفریقه شدند، از با همدیگر اختلاف کردند و خداوند برای آنها عذاب دردناک داد. ولیکن چیکار کنیم که افتراق یا گفتیم پاره شدن و به هر گروه ها تقسیم شدن از اول بود. هنوز در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم گروه خوارج پیدا شده بودند و هنوز پیامبر صلی الله علیه و سلم مردهشان را دفن نکرده. بعضی گروه ها پیدا شدند درباره خلافت را طلب کردن و جنگ حضرت علی را همراه هم خوارج هم معاویه همه ما میدانیم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اهل کتاب یعنی یهود و نصرانی ها به 73 گروه جدا شدند، 72 گروه جدا شدند و این امت من هم به 73 جدا می شوند. همه آنها در دوزخ هستند و جز یک گروه وقتی میپرسند آنها کی هستند، پیامبر میگویند ما انا علیه و اصحابی، همان طایفه ای که
آنچه که در آن یا هر راهی که من و اصحاب من، صحابه های من طی کردن، آن را وقتی طی میکنن آنها از جمله نجات یافتگانند. و اینجا الان در داخل کشور هم بیرون از کشور هم تفریقه شدن ما مسلمان ها چقدر قوی میکند منافقین رو، چقدر قوی میکند دشمنان دین رو. مسخره هایی که از زبان منافقین میبراید. دو مولا یک جا استاد اینها با هم راست نمیگیرد. دو مولا رو هیچ ندیده ایم که به هم دیگر رشک نداشته باشند. هر جا نشسته تلاش از دهان همان خواندگی ها میبراید. همین گونه مایان را به اختلاف میکشند، بعدا به مسخره کردن شروع میکنند. و ببینید که سبحان الله شیطان هم در اینجا خیلی کاری بزرگ رو انجام میدهد و به هدفهای خود هم میرسد. الان کمی بعد میخونیم یک مسئله ها رو گرفته دو برادر یا دو خواهر یا دو جماعت با هم تلاش میکنند که اون مسئله رو حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم جدی بودنش را یا اون مسئله را یکی از شاخه های دین بودنش را به نوک زبان هم نگفتند. به یک مسئله های کوچک یا بعضا حتی به یک مسئله های پوچ همدیگر رو حقارت و دشنام کردن و هر وقتی که اختلاف زیاد شد بدبینی زیاد می شود. هر وقتی که به گفته رسول سپار زیاد شد که مردم میگن با هم اینجا یک بحث رفته ایستاده است و اکثریت بحث کننده ها رو میبینید که از اهل علم خودشان نیستند، چون اهل علم اصل و وقت برای بحث ندارن. بعضی بحث های علمی هست اونجا فقط به خاطر یک حقیقت رو پیدا کردن دو عالم مثلا با هم می نشینند یا اینکه دو طالبین با هم می نشینند و در اونجا با هم صحبت میکنند، با احترام خود را نگه داشته به یگان حقارت و دشنام به یکدیگر مهلت داده. این چیز دیگر است. بین امام مالک و ابو حنیفه رحمت الله علیهما صحبت شده گذشته بود، بین امام احمد و امام شافعی صحبت ها شده بود. این صحبت های علمی هست، ولی صحبت هایی که تو هیچ چیز را نمیدونی، تو از جاهل بیش نیستی گفته شروع می شود. اینجا فقط غرض از این صحبت ها چی است؟ من زیادتر میدونم، تو پایان تر هستی، من بالاتر هستم گفتن که با این گونه منازعات یا با این گونه تلاش و ترتیش ها هیچ کس به یگان هدف خود نمی رسد. فقط اینکه ما ضعیف میشویم، پراکنده میشویم، بیچاره میشویم و انا میبینید منافقین و بیدین ها و دیگر دشمنان دین مایان را پاره کردن میگیرن، چون ما تفریقه شده رفتن میگیریم. اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند بدانید، حدیث در مسند امام احمد است، شیطان میگویند مانند یک گرگ هست. گرگی که میگویند وقتی که یک گوسفند تنها چریده میگردد به او حمله میکند و او را پاره میکند. شیطان هم یک انسانی که تک و تنها میگردد به او حمله میکند. برای همین تنها نباشید، شما با جماعت باشید، با مردم مسلمان باشید، پای به مسجد باشید، پای به مسجد باشید، وگرنه شیطان به شما چی میکند؟ حمله میکند. و اینجا درباره اینکه با هم تلاش و ترتیش نکنید و با هم اختلاف نکنید، آیت ها اگرچه با زیاد است، از همان آیت هایی که گفتیم به آن کفایه میکنیم. و در مسئله اختلاف هایی که بین مسلمان ها می شود، اساسا گویا که اختلاف های علمی گفته شروع می شود، نه؟ یعنی همون سپارهایی که بین هم میکنن یا گفتیم همون بحث و مناظره هایی که گویا بین هم میکنن، اساسا گویا بحث مناظره های علمی هست و از آن شروع میشود و تلاش و جنگ و جنجال میرود. چه خیلی گفتم وقتی دو عالم یا دو طالب علم، الله از نیتشان آگاه است، برای یک حق را فهمیدن به یگان به آدابی یا گفتیم به حرمتی سر یک مسئله صحبت کردن، شاید هر دو از علم همدیگر استفاده برند. ولی وقتی دو نفر نشستن و فقط مقصد من میدونم تو نمیدونی هست، اونجا شیطان چه هست؟ سیومین آنها هست. یگانه از این نفرها فایده نمیگیرن و هر دو بدبینی همدیگر و این چونین هزار و یک حکم رو به خود گذاشته میروند. چگونه که چند طایفه رو در اینترنت شما میدونید که بجز
بحث کردن به این و به آن و در آخر رگهای گلو رو حتی کنده کردن و حقارت و دشنام و حتی بدترین دشنام در روی عالم که اون مشرک گفتن و کافر گفتن است. از زیناگر گفتن مشرک گفتن بدتر است، چون زیناگر رو جنازش رو میخونید، مشرک رو جنازش رو نمیخونید. زیناگر زنش به تو حلال نمیشود، مشرک حتی زنش به او طلاق میشود. و حتی بدترین دشنام ها را به دست چی میکنن؟ بعد از بعضی از بحث و مناظره ها. اکنون بحث ها را به دو تقسیم میکنن. میگوین یکم نمود بحث میگوین در اختلاف هایی که تنوع است، یعنی اختلاف هایی که میگوین هر یک کس رأی خودش رو دارد. اصلا میگوین هر دو طرف هم درست است، فقط یک طرف راجح تر است، یعنی دلیلش قوی تر است. مثلا میگوین دو طایفه می نشینند درباره چند بار در اذان الله اکبر گفتن، قامت رو مثلا چند بار گفتن لفظهایش رو، یا مثلا درباره عدد رکعت های تراویح، یا مثلا درباره الله اکبر گفتن، بعد از الله اکبر گفتن دست رو به کجا ماندن. در این باره تلاش میکنن. حدیث ها که زیاد است، هر یک طرف دلیل خودش رو دارد و آنجا بعضی دلیل ها راجح است و به خاطر همین گونه مسئله های اختلافی که جمع کردن خیلی آسان است، همدیگر رو به 1001 حکم برآوردن به جز احمقی چیزی دیگر نیست. ببینید بعضی ها پیشتر خیر گفته مرجعه و جهمی و اینها بودن، الان در ما خیلی زیاد یک گروه خود را ما اهل سلف میگویند، یک گروه خود را ما پیروان امام ابو حنیفه، ما حنفی های سختش میگویند. ببینید که هر وقتی که اینها با هم تلاش میکنن، اگر از دور ببینید و شما به کتاب ها دست زنید، هر دو طرف هم دلیل خود را دارد. پس چی میرسد؟ به این گونه همدیگر را پناه به الله حتی به مینیسه دادن، همدیگر را حتی به زندان انداختن، حتی همدیگر را به 1001 دشنام های قبیحی که شیطان هم از آن شرم میدارد، دو مسلمان با آن دشنام ها دشنام کردن. تو هم حق هستی، من هم حق هستم، هر قول یکی از ما، چون حدیث ها ثابت است، قوی تر است. گفتن چی مشکل دارد؟ دست رو بالای ناف میمونند یا پایان ناف، از این میگیرند، تلاش شروع میشود. در وقتی اشهد ان لا اله الا الله گفتن انگشت رو میبراریم یا تکان میدهیم یا اینکه چگونه میکنیم، در این باره تلاش میکنند. درباره مثلا چه خیلی گفتم اذان یا درباره بعضی از مسئله هایی که اون یعنی نمود است در شریعت و تقریبا همش هم دلیل دارد. یگون قول در مذهب ها نیست که دلیل نداشته باشد. وقتی کسی رو حنفی گفته حقارت میکنی یا کسی رو سلفی گفته حقارت میکنی، به خدایی که تو یک دلیل رو حقارت میکنی، تو یک حدیثی که شاید در ابو داوود است، شاید در ترمذی، شاید در صحیحین است، اون رو حقارت میکنی و اکثریت تلاش ها در این است. بعضی خواهران هم یعنی خیلی زیاد این سوال می آید که مثلا ما بحث شدیم در یک خانه فلان مسئله، عزیزم چی خوندگی هستی؟ هیچ خوندگی نیستم. فلان آدمی که با او بحث کردی درباره یک مسائل فقهی یا حتی مسائل عقیدوی کجا خوندگی است؟ هیچ جا خوندگی نیست. شیخ فلان رو گوش کردگی هست، بعضی از صداهای فلان رو گوش کردگی است. پس هر دو تا احمق رو که مانده است به بحث و مناظره کردن. و جای این بیرا کتاب بخون، و جای این بیرا حتی سوره فاتحه رو بعضیش تفسیرش رو نمیدونن، ببخشید حتی بعضیش کی به او غسل فرض می شود آن رو نمیدونند. یک مسئله عقیدوی رو درباره ید الله، درباره استوای الله گرفته دو بی سواد تلاش میکنن، انا تو نمیدونی و استاد هم دیگر رو حقارت میکنن. پناه به الله چه خیلی گفتم دلیل های هم دیگر رو زیر پا میکنن. بعضا دلیل آیت است، آیت رو وقتی انکار میکنی از دین خارج شده میروی. در دوامی با هم دیگر بحث کردن. بعضی دلیل حدیث از حدیث های متواتر است که با اون رو انکار کردن از دین خارج میشوی. بعضا ببخشید یک عالم رو حقارت میکنن، یک عالمی که تو گفتی از فلان عالم شنیدم. برای همین هر کجایی که این را حتما خواهران عزیز در گوش خود بگیرید، هر کجای دیدید دو بی سواد در مسئله از مسئله های دینی با هم
بحث و مناظره میکنن بجز خود را بالا گرفتن هیچ مقصد ندارن. اینها فقط نیتشان بد است. نیتی نیک انسانی که دارد در چیزی که علم ندارد او اصلا بحث نمیکند. یک بیسواد را دیدید که با یک عالم یا گفتیم دو بیسواد را دیدید سر یک مسئله با هم تلاش میکنند بجز فتنه چیزی دیگری نمیخواهند، اما دو عالم بحث او دیگرگونه میشود. عالم را از بحثش میشناسند. امام مالک وقتی با ابو حنیفه رحمت الله علیه صحبت میکنن، وقتی ابو حنیفه به حج میروند میگن انه لفقیه، باور کنید که او فقیه هست، باور کنید او فقیه هست. نمیگن این یک بیسواد از عراق آمد و در حالی که شاگردا با هم تلاش داشتن. اکنون ببینید که حاضره ها برای همین هر کسی رو که خودتون به چشمتون دیدید با کسی بحث و مناظره و فقط سخن خود رو من میدونم تو نمیدونی میگوید، بدونید این یک نیت ناپاک است. او یگان خوبی نه برای مردم میکند نه برای خودش میکند، هم عصبی خود رو خراب میکند هم عصبی دیگران رو. و خواهرانی که ما بحث کردیم و دلیلش رو بگوید گفته به من مراجعت میکنن، من تقریبا به آنها جواب نمیدیم. چرا؟ برای اون که تو اصلا یعنی خواهری که تو به من سوال داده ایستاده که بحث ما رو حل کنید، تو خودت هیچ کتاب نخوانده ای، تو اصلا در این باره یگان معلومات نداری. تو کجا و بحث در این باره کجا که بعدا میگویی به من دلیل بگو. مقصد از این چی است؟ کسی رو هدایت کردن. آیا در بحث ها کسی هدایت میشود؟ آره، با یک مسیحی، با یک ملحد، با یک منافقی که حلال رو حرام میداند، با وی چند نفرانی که خودتان میشناسید خود را مسلمان میگیرند و برای آنها حلال و حرام وجود ندارد. هرچی از دین به فایدهشان هست قبول است، هرچی از دین به ضرر آنها هست این تروریستی است. انا با اینها شما بحث و مناظره کنید، روی آنها رو سرخ کنید، آنها رو زیر پا کنید، این چیزی دیگر است. میگیم عزت اسلام هستین. چگونه ای که شاعران بودن مانند حسان ابن ثابت یا گفتیم دیگر از صحابه ها که پیامبر صلی الله علیه و سلم عبدالله ابن رواحه میگفتن که شما با شعرهای خود بجنگید علیه مشرکین. شما با یک منافق تلاش کرده چیزی دیگر نخواد یک خواهر مسلمان رو، یک برادر مسلمان رو رویش رو سرخ کنی و از این فخر کنی که من با این تلاش کردم، من با آن. و سبحان الله، پس چی شد؟ فتح کردی تاجیکستان را، فتح گوجا رو کردی با یک نفر رو شرمنده کردن. و اینجا میگویند احمق است هر کسی که درباره بعضی از مسئله های فروع، یعنی شاخه هایی که برای آن هر یک عالمی که سخنی گفته است، خیلی گفتیم درباره آیا سوره فاتحه رو خواندن فرض است یا واجب است، آیا مثلا در وقت سجده کردن زنها آرج رو مانند یا نمانند، یا مسئله نقاب مثلا. وقتی که این مسئله های اختلافی هست، نه این اختلافی نیست گپی من است گویان بعداً به جنگ و به تلاش بردن، والله که گناه کبیر است. چون شما بعداً میروید و دشنام میکنید همدیگر رو، حتی دشنام میکنید علما رو، حتی بعضی ها انکار میکنن حدیث متواتر رو، آیت رو تماما به دیگر معنی گویان رفتن میگیرن. به گناه کبیره از غوطه زدن بهتر نیست سکوت کنید، بگویید بیا به جای همین با همدیگر مناظره کردن و بعداً همدیگر رو بعد دیدن یک آیت رو بگیریم تفسیرش رو خونیم کنی چی میگوید، بیا به همین یک آیت عمل کنیم، بیا یک حدیثی هست که من و تو هیچ عمل نکردیم، بیا از همین روز با هم در این باره فقط عمل میکنیم. چی خوب میشود. صحابه هایی که با هم دنیا رو در مدتی کم گرفتن به خاطر دست رو به کجا ماندن در وقت نماز تلاش نکردن، به خاطر فتح، به خاطر اسلام رو در همه گوشه و کناره ها حکم فرما کردن تلاش کردن. امروز ببینید که تلاش مردها چی است و تلاش زنها چی است. آن هم بین دو خواهر حجاب پوش، دو برادر ریشدار، بعدن همدیگر رو با 1001 لقب، ای یک مرجعه هست، ای یک منافقه هست، ای یک حنفی از حد غلات، سلفی چیز دیگر گویان نام میبرند. به خبر هستند که هر یک این کلمه گناهی کبیره است. چون تو برابر یک نفر رو حنفی گویان مسخره کردن چند دلیل ها رو هم مسخره میکنی، برابر یک نفر رو سلفی گویان مسخره کردن چند دلیل هایی که او دارد آن رو هم مسخره میکنی. پناه به الله. ولی گفتیم اما اختلاف های تضادی، مثلا یک کس جنت رو انکار کرد، تو برای او اثبات جنت میکنی. با یک کافر تو صحبت کرده ایستاده ای. یک نفر مثلا
حلال را حرام کرد، حرام را حلال کرد، با او مناظره کن، شاید که از دست تو او هدایت یابد. ولی الله چی میگوید؟ و جادل هم بالتی هی احسن. مجادله و بحث مناظره باید با احسن باشد، با بهترین وجه باشد. به نزد پیامبر گروه صلی الله علیه و سلم از مسیحی هم آمده بود، از مشرکان هم آمده بود، از انسان‌های بی‌سواد هم آمده بود. ایمان می آورد، سوال و جواب میکرد و میرفت. ما دو نفره که با هم بحث میکنیم، بعضی به ایمان ها دیده میگن بهترش از این طایفه بگریزیم که الان به همدیگر کردزنی میکنن، بیایید بهترش از اینها بگریزیم. و وقتی که خصوصا در جماعت ها هستند، چه خواهران چه برادران، در بین یک طایفه به علم خودتان را شرمنده نکنید. برابر خود را شرمنده کردن، اهل علم را، کتاب ها را، دین الله را اینقدر تحقیر نکنید که من میدانم گویان تمام دشنام ها به دهانتان آید. وای بر حال آنهایی که خود را گویا دفاع از اسلام میگویند ولی فقط کارشان شکست اسلام است، فقط کارشان ننگ آوردن برای اهل علم است. با اینکه من با فلانی سپار کردم یا با فلانی مناظره کردم گویان این را دشنام میدهند، آن را دشنام میدهند. در آخر چی؟ به کی فایده رسید؟ خودت بیمار شدن یک طرف که همیشه دشنام و حقارت و این استرس و چقدر به تو ضرر میرساند، دیگر از چی ننگ و چی شرمندگی آوردی بالای مسلمان ها و بالای دیندار ها. ولی آنهایی که اهل دین هستید، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند وقتی تو حتی حق باشی هم مناظره رو با یک برادرت ترک کردی، برای تو من در وسط جنت خانه را به گردن میگیرم. یعنی خانه تو به گردن من است، خانه تو در دست من است، من به تو میدهم. اگر حق باشی هم به خاطر جنگ و جنجال نشدن، بی حرمتی نشدن، با یک نفر خواهر یا برادر مسلمانت بحث و مناظره را ترک کنی. اما گفتیم نه، آخر وای تماما حلال و حرام مسئله که چی کار کرده ایستاده است. در اینجا ببینید آیا او هدایت مییابد یا نه. برای آن که خواهران عزیز به این چیز توجه کنید، در قرآن الله به ما از دو طایفه مردم صحبت میکند. از طایفه که به آنها باید ما امر معروف کنیم اگر آنها خواهش شنیدن داشته باشند، و طایفه هست که الله چی میگوید؟ ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. یک طایفه که گپ زدن برای آنها حیف است، او مقصد قبول کردن تو رو ندارد، او فقط کارش انکار، سرکشی یک روی هست. گوینده یک دعوتگر، یک طالب علم باید فقیه باشد، باید به فراست باشد که آیا اونی که روبروی من هست آیا او سخن من رو میگیرد یا من به او آیت قرآن را که عموما مستحق آن نیست، لایق آن نیست، ارزش شنیدنش رو ندارد، به او شنوانیده ایستادم. نه به همه حدیث گفته می شود، نه به همه آیت گفته می شود. ببینید که طرف مقابل قبول میکند یا نه. چقدر از شناس ها هستن یا حتی گفتیم همنشین های هستن که من شاید یک ساعت نشینم یک حدیث برایشان نمیگم، چون از چهرهشان معلوم آنها مقصد شنیدن حدیث ندارن. اما بعضی ها هستن که از چهره هایشان، از چشم هایشان دیگر آرزوی شنیدن یک حدیث، شوق شنیدن یک آیت هویدا می شود که البته به اون می نشینی که کمی باشد هم به او رسانی. اینجا بحث میکنم شاید میفهمونم وقتی اون طرف فقط مقصدش تو رو به مسخره گرفتن، غضبی تو رو بالا کردن، بعدن به همه گفتنش که این مولاها همش همین است، مولاها عصبی هست گفتن، از این چی فایده است؟ او لایق شنیدن حدیث و آیت نیست و نباید در نزد این گونه سخنها ببخشید این گونه انسان ها سخن کرد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم اینجا حدیث می آورند که بار پیامبر صلی الله علیه و سلم بیرون می شوند و می بینند که صحابه ها بین هم در مسئله تقدیر تلاش دارند. یکی آیت می آورد، دیگر آیت دیگر، یعنی با هم آیت آورده درباره تقدیر با هم تلاش میکنند. میگویند پیامبر اصلا این گونه سرخ نشده بودند. میگویند آیا برای همین شما مبعوث شدید یا اینکه ببخشید برای همین چیز شما امر شدید که آیت رو به آیت بزنید؟
یعنی تو آید میاری برعکس اون کس دیومد آید بزند، آید رو با آید بزنید. نه، آید رو تفسیر میکند، آید رو معنی میدهد، نه اینکه آیتی چی میشود خلاف یک دیگر آید. و در بعضی روایت ها آمده است که با همین کارها امتان پیش از شما بوده هلاک شده بودند، شما هم با آن هلاک میشوید. و والله هلاکت ما در همین است. پراکندگی مسلمان ها الان یک اتحادی رقاصه ها هست، یک اتحادی سراینده ها هست، یک اتحادی شاعران پوشگویی که فقط از عشق و از شهوت ببخشید سخن میگویند هست، یک اتحادی حرامخورها هم هست، به حضور بازینگرا گفته است. اما یک اتحادی طالب علم و علمای تاجیکستان نیست در هیچ جا، بیرون از وطن هم در داخل یک کس دو کسی کس به آنها دیگر ما هیچی گفته نمیتوانیم. بیچاره ها هرچی به آنها گفته می شود. اتحادی طالب علمان و علمای تاجیکستان که با هم یک جا باشند، شاید یگان کارهای دست جمعی همیشه برکت خود را دارد انجام دهند دیده نمی شود. سببش همین است. برای نماز، سنت نماز، نافله یک چیزهای با هم تلاش میکنند و یگان صحبت نمانده همه گریخته می رود. و همیشه وقتی که در جای مسئله از مسئله های مناظره یا گفتیم بحث پیدا شد، باید عقل را پیش از زبان کار فرمود که الان در همین مسئله من تلاش میکنم، به چی هدف میرسم که از این فایده میگیرد. مقصد از این چیست؟ اگر گفتید مقصد دانستن علم است، آنجا باید همه خاموش باشد، چون تو مقصدت آموختن و آموزنده همیشه گوشش وا میشود و دهانش محکم. نه همه دهانش باز است، ایستا من میگویم بعدن تو میگویی، نه اول من میگویم، کسی به کسی سخن نمیدهد. آنجا کسی علم آموختن نمیخواهد، آنجا همه میخواهد بالا باشد و دیگران را زیر پا کند که از این فایده نیست. این مجلس ها را ترک کنید به خاطر الله و حتما خود را نصیحت کنید که نباید به هر یک کلمه یا گفتیم به هر یک موضوع به علمانه سر زد و بخبر از این که فایده این بحث چی است، خیلی گفتم به چند گناه های کبیره وارد شویم. بعضی از علما با هم در مسئله صحبت میکنند، مینشینی و حتی مثلا بین مسیحی و بین بعضی از مسلمان ها بعضی دیسکوس ها یا صحبت ها هست، با آرامانه اینها صحبت میکنند، این طرف صحبت میکنند، دلیل ها رو گوش میکنید، دنیای علم یا گفتیم معلومات پیدا میشود. بعضی از دو نفر رو یا گفتیم بعضی ها خود رو اهل علم میگیرند و به کسی دلیل میگویند، از زبانشان بجز حقارت و تحقیر یگان دلیل نمیبراید. فقط شما حقارت، این بیسواد است، این استادش هم بیسواد بود، این بود، این اون بود، همین که رفتن میگیرد، از این که فایده میگیرد، فقط تحقیر میشنوید و با همین هم خیلی گفتم عصب ها خراب میشود و هم خیلی که پروردگار میگوید تفشلوا، ما بی قوت و ضعیف میشویم. باید قوت گیرید، با هم باشیم. یعنی چند پروژه ها یا گفتیم لایحه های هست که وقتی مسلمان ها اتفاق شدن کرده میتوانند. چرا ما وقتی مسلمان ها یک جا جمع میشویم و جز یک مسئله اختلافی دیگر یگان هدف در آنجا بیرون نمی شود؟ تلاش ها سر یک مسئله بعضن سر یک شخصیت رو به موبایل میمونن، درباره او تلاش رو شروع میکنن. یعنی اکثریت همین گونه است. از اینکه من سالهاست مثلا چی در زندگی زن و شوهری، چی در زندگی طالب علمی، جماعتی از جماعت های تاجیک ها با خبر هستم، از درس های طالب علم در زن ها هم هست، در مرد ها خیلی زیاد. یعنی خیلی که پیشتر گفتم مردهایی که اگر زدن کوه میده می شود و جز با چند دلیل هایی که دیگر طرف هم همون دلیل رو دارد هم دیگر رو زدن، دیگر هیچ کاری از دستشون نمی آید و بعدا حیران میمونیم چرا اینقدر ما بیچاره هستیم، چرا خصوصا مسلمان های تاجیک نه در بیرون حتی در داخل زیر پا هست، چون خودمون قدر خودمون رو زیر پا کرده هستیم و گمان میکنیم با منازعه ها یا گفتیم با تلاش ها انسان به جای میرسد، در حالی که اصلا با یگان از
بحث و مناظره کسی نه به پیروزی میرسد، نه ابرو میگیرد، نه چیزی دیگر. آره یک مدت دو سه بیسواد میگد فلانی رو در بحث و مناظره شکست داد، اما پس از مدت این قانون پروردگار است. آنهایی که اهل علم هستند همیشه در بالا هستند، آنهایی که اهل انصاف هستند همیشه در بالا هستند و عزت از آن پروردگار است. و این بود درباره منازعه و تلاش ها و درباره تنهایی. اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی گفتن وقتی تو تنها هستی، همان گونه که گرگ گوسفند تنها رو شکار میکند، شیطان شکار میکند، اونهایی که خود را فقط یک طرف گرفته می ایستند، به جماعت داخل نمی شوند. عقیده من ببخشید عقیده ابن تیمیه گویان خود را فقط یک طرف می گیرند. از سخنهایشان علکه هویدا هست که چقدر شیطان آنها را شکار کرده است. شکار شیطان با کبر است. کبر و غرور را در قلب آنها جای میکند و او به جز خودش کسی را دیگر قبول ندارد. آره هستند طالب علمانی هستند، بعضی مسلمان های هستند که خود را یک کنار گرفتن از مردم و همه گناهگار هستند، یگانه آنها چی هستند؟ بیگناه هستند. و میبینید که برعکس شیطان از همه صفتهای بدترین را در قلب آنها جای کرده است، از کبر و از غرور و از خودنمایی و باز آن را نامش را میگیرند تقوا، که این تقوا نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم گوشه‌نشین نبودند، صحابه های پیامبر گوشه‌نشین نبودند. باید مسلمان ها با اتحاد و اتفاق به پیش رود. اگرچه اختلاف های بعضی عقیدوی با هم داشته باشه، مقصد از اختلاف های عقیدوی مثلا بعضی از آیات ها را تفسیرش رو مثلا تو دیگرگونه فهمیده باشی، من دیگرگونه فهمیده باشم، یا بعضی از مسئله های فقهی رو چه مشکلی دارد وقتی که ما بگوییم الان ما رو کی میخواهد زیر پا کند، بیاید یک جایه باشیم تا آنها این کار رو انجام ندهد. نه، ما مسئله بزرگترین مسئله در بالایمون که با عقیده ما با دین ما دارن الان می جنگن، میخواهند دین ما رو تماما ریشه‌کن کنن. از ما فقط یک حجاب بماند، دیگر بقیه همه ترس های ما از دیگرها باشد. این رو یک سو گذاشته ایم. از پی دست رو در نماز به کجا میماند، از آن چگونه باید باشد، درباره نماز هنوز هم تراویح، نماز قیام اللیل، از پی اینها هستیم که این تلاش ها کسی را به کجای نمیبرد. پس این درباره جماعت بود و باید مسلمان به خاطر اتفاق مسلمان ها، برای اتحاد شدن مسلمان ها و ریشه‌کن شدن کفار و ضعیف شدن منافقان هر جا هست با یک زبان باشد، با یک زبان باشد. سبحان الله، یک نفر فاسق یا یک منافق یک جماعت رو پاره میکند، یک سوالهای اختلافی میدهد. اونجا چند خواهر یا چند برادرای دیندار و جای اینکه فکر کنن که مقصد سوال دهنده چی است، به جان هم دیگر میزنن. بعد از آن خنده کنان بیرون برآمده میگوید اگر مولا همین باشد من دیرم از مولاها مانده است. ببینید که اینها فقط خونخوری میکنن، کار دیگر نمیکنن. وگرنه همین خودی همون شیطان اون فتنه رو انداخته بود یا افکنده بود و خیلی باید ذکی بود که سوال دهنده مقصدش چی است. اونی که در جماعت ها بین برادران یا بین خواهران اختلاف پراکنده میکند، او کی هست و مقصدش چی است. یک و یک باره من اینجا میدانم گویا نباید از پی بحث و مناظره شد و چه خیلی گفتم، هم آبروی خود را برد، هم به 1001 گناه مرتکب شد که خداوند زبان خود را نگه داشتن را و پیش از صحبت کردن عقل خود را کار فرمودن را و وقت پای به یک بحث و مناظره می نهیم فایده این چی است، عاقبت این چی است، آن را تفکر کردن را برای ما نصیب گرداند و اتحاد شدن مسلمان ها را، اتحاد شدن علل خصوص اهل علم، اهل دین تاجیکستان را در بیرون و در خارج برای ما نصیب کند که ما هم یک روز بگوییم ما یک اتحادیه اهل علمی تاجیکان داریم. این بود خواهران عزیز درس امروزه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.